خود حسن مرجونی انقدر که شما درست شبیه حرف میزنی، خودش انقدر درست شبیه خودش حرف نمیزنه. یه بار به خودش زنگ زدم، گفت منم دارم زنگ میزنم بهت. ای خدا خیلی گله. البته من اجازه شوخی رو باش دارم چون خیلی با هم رفیقیم. البته شاید هم یه دفعه الان زنگ بزنه میگه چرا با من شوخی داری میکنی؟ من با تو شوخی دارم. با هم رفته بودیم سوپرمارکت، بعد سر یه کاری بودیم و اینا، با هم رفتیم خرید کنیم و اینا. بعد خریدامونو کردیم و حسن جانم بود و یه گفت اومد و گفتش که هادی اینم بردارم. بعد یه دفعه خانومم سوپرمارکتیه فروشندش یه خانومو گفت صداتون همون جوریه. گفت مگه صدام باید چه جوری باشه؟ من همین دیگه. خودش خندش گرفته.